درود بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی برای روز 9 ایول از استودیوی رادیو آزادی در پراگ پخش می شود. خبرهای مهم و نوی تاجیکستان و جهان بخشی اصلی برنامه است. نگاه به سرخط خبرها. در پی انتقاد دونالد ترامپ از رهبران ایران، نظامیان امریکا موجی نوی حمله ها به جمهوری اسلامی را راه اندازی کردند. آنها بیمارند، حالشان درست نیست. ما به آنها گفتیم که رفته مراسم دفن را به جا آورید. به جای این دیروز آنها موشکباران کشتی ها را آغاز نمودند. منصبداران تاجیک میگویند توجه شرکت های خارجی به کانهای معدن و مینرال های نادر تاجیکستان افزایش یافته است. بیشتر سرمه و طلا جستجو میکنند. 68 تا سپارش گئولوژی یعنی که در 6 ماه اول سال 2026 گذشته است. هم تیر خورد هم کسی برای این عمل جوابگر نشد. خانواده در بلجوان از حکم دادگاه ناراضی‌اند. ستاد مرکزی نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا یا خود سنتکام اطلاع می‌دهد که شب گذشته در مناطق ساحلی ایران تخمیناً 90 هدف را مورد آتش قرار داده است. خبرگزاری فرانس پرس از قول فرماندهان آمریکایی آورده است که در نتیجه این عملیات پایگاه‌ها و انبارهای موشکی و پهپادی و راه‌های اکمالات نظامی در جنوب ایران زیان دیدند. رسانه‌های ایرانی ادعا دارند که بر اثر حمله‌های اخیر کمش 3 نفر به هلاکت رسیده است. در این باره همکارم اسکندر خواجه‌میرزاده تفصیلات بیشتر دارد. نظامیان امریکا تاکید میکنند که بعد از اظهارات پرزیدنت دونالد ترامپ درباره تمام شدن سازش با ایران، جمهوری اسلامی هدف حمله های نو قرار گرفت. ترامپ روز 8 ایول در انکره در حاشیه نشست رهبران کشورهای عضو پیمان ناتو با اشاره به حمله های ایران به کویت و بحرین، رهبران جمهوری اسلامی را فریبگر و دروغگو نامید. آنها بیمارند، حالشان درست نیست. ما به آنها گفتیم که رفته مراسم دفن را به جا آورید. به جای این دیروز آنها موشکباران کشتی ها را آغاز نمودند. از این رو شب گذشته ما به آنها اصابت وزنی رساندیم، تخمیناً 20 برابر بیشتر از حمله های آنها. ستاد مرکزی نیروهای مسلح آمریکا یا خود سنتکام در شبکه‌های اجتماعی نوشته است که ضربه‌ها به ایران با هدف تأمین نمودن روهای آزاد کشتی‌ها در گلوگاه هرمز راه‌اندازی شده‌اند. رسانه‌های ایرانی گزارش می‌دهند که شب گذشته ترکیش‌ها در شهرهای بندری بندرعباس، کنارک و چابهار جای داشتند. همچنین بعضی از منبع‌های مستقل درباره ترکیش‌ها در ولایت سیستان و بلوچستان جنوب ایران گزارش دادند. تا زمان نشر این گزارش، یگان خبری درباره اقدام‌های جوابی ایران به این حمله‌ها نشر نشده است. ایالات متحده شب سه‌شنبه به چهارشنبه ایران را با حمله به 3 کشتی تجاری هنگام گذشتن از گلوگاه هرمز متهم نموده پایگاه‌های ساحلی ایران را هدف قرار داد. همزمان با آن امریکا مجوز بین المللی فروش نفت ایران را به اعتبار کرد. حوادث اخیر جدی‌ترین بحران از زمان امضای اعلامیه تفاهم ایالات متحده آمریکا و ایران ارزیابی می شود. بر پایه این سند که ماه ایون امضا شده است، در مدت 60 روز دو جانب باید دشمنی ها را کنار گذاشته روهای آزاد کشتی ها در هرمز کفالت داده می شد. دیروز در پی انجام نشست رهبران ناتو، دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا به آمریکا برگشت. همکارم خیرامان بقازاده در یک تماس ویدیویی با سخنگوی دپارتمنت دولتی آمریکا الیزابت استیکنی که همچنین در انکره قرار دارد خواست نتیجه نشست ناتو را خلاصه کند. سلام بر شما و بر بینندگان محترم رادیو آزادی. به گفته پرزیدنت ترامپ نشست ناتو بسیار موفق بوده. ما می‌خواستیم که کشورهای عضو ناتو هزینه‌های دفاعیش را افزایش بدهند و همه کشورهای عضو ناتو تعهد کردند که هزینه‌های دفاعیش را افزایش بدهند. همکارم از خانم الیزابت پرسید که در این جلسه آنگونه که پیش بینی میشد در رابطه با اصلاحات استراتژی آینده ناتو اتفاقی نظری به دست آمد. ائتلاف ناتو باید برای هر نوع تهدید آماده باشد و مهم است که برای رسیدن به این هدف
ما بیشتر همکاری کنیم. بنابراین همه کشورهای عضو ناتو به این همکاری تعهد کردند. هفته گذشته در واشنگتن جلسه مهمی وزیران کارهای خارجه تاجیکستان و ایالات متحده آمریکا سیراج‌الدین مهرالدین و مارکو روبیو برپا شد. اظهارات رسمی را ما دیدیم، ولی چنین به نظر می رسد که همکاری در ساحه استخراج معدن در این گفتگو مهمترین بخش بود و از جمله برخی مطالب هم نشر شد که طرف‌ها در زمینه استخراج سرما به موافقه آمدند. همکارم از خانم الیزابت پرسید که تا کجا این درست است. وقتی که در مورد آمریکا و تاجیکستان صحبت می‌کنیم، در مورد فرصت‌های همکاری صحبت می‌کنیم و همون قسمی که شما گفتین هفته پیش وزیر کارهای خارجه آقای روبیو با وزیر کارهای تاجیکستان در واشنگتن دیدار کرد و آنها در مورد گسترش فرصت‌ها صحبت کردند. هر دو کشورمون علاقمند به گسترش همکاری تجاری، همکاری امنیتی و همکاری بهداشتی هستند و هم موضوع معدن‌ها مطرح شده، ولی بهتر است که در مورد جزئیات این گفتگوهای خصوصی صحبت. همکارم خیرامان بقازاده از الیزابت پرسید که یعنی هنوز مشورت‌ها ادامه دارند؟ تا جایی که من میدونم این موضوع معدن‌ها مطرح شد، ولی بهتر است که بیشتر در مورد جزئیات صحبت نکنم. تشکر از الیزابت استیکنی. بینندگان ارجمند، سخنگوی دپارتمنت دولتی آمریکا با سوالهای رادیو آزادی پاسخ داد. اگر شما هم در این مسئله نظری دارید، در صفحه ما در شبکه‌های اجتماعی با بحث همراه شوید. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. در تاجیکستان جستجوی کان‌های نوی معدن و مینرال‌های نادر و آموزش آنها افزایش یافته است. سریدارای گئولوژی تاجیکستان میگوید حالا ده‌ها شرکت داخلی و خارجی به کارکرد معدن و مینرال‌های نادر تاجیکستان مشغولند. توجه شرکت‌ها به کارکرد کان‌های سرما و طلا بیشتر شده است. براد یوسفی و علیشیر ظریفی به نشست مطبوعاتی سریدارای گئولوژی رفتند و این گزارش را آماده نمودند. در سریدارای گئولوژی از بیشتر شدن توجه به استخراج معدن در تاجیکستان خبر دادند، ولی الهامجان آی محمدزاده رئیس این نهاد در نشست خبری در دوشنبه گفت شروع کارهای آموزشی از سوی شرکت‌ها ترتیب خاص دارد و وقت می‌خواهد. 68 تا سپارش گئولوژی یعنی که در 6 ماه اول سال 2026 گذشته است. این منصبدار تاجیک دقیق شرح نداد که کدام شرکت‌ها در این مدت به آموزش و استخراج معدن‌ها در تاجیکستان فرا گرفته شدند. یک نماینده این نهاد که نخواست نامش ذکر شود افزود مراجعت شرکت‌ها نسبت به 6 ماه سال گذشته 20% زیاد شده، توجه بیشتر به استخراج سرما و طلا است. سرما را در ساحه انرژی برقرار شونده از جمله در استحصال باتری‌های آفتابی و همچنین ماشین‌های حربی هم به کار می‌برند. رئیس سریدارای گئولوژی هرچند آمار استخراج معدن‌ها را به صلاحیت وزارت صنعت گذاشت، از چند شرکت و کان نام گرفت. از جانب شرکت‌های چینی و آمریکایی در ولایت مختار کوهستان بدخشان تنها از جانب شرکت ایسا مینرالز با کارهای استخراجی در کان نقره یک جلوه عملی کرده می شود و دیگر است این شرکت مشترک است، شرکت رشد خیتو انرژی. این با آموزش یعنی که معدن لیتی مشغول است. این شرکت مشترک است و در مجموع آن اجازه‌نامه‌ای که از جانب مقام وکالتدار دولتی داده شده است، در مجموع همه شرکت‌های وطنی هستند و اون بعضی شرکت‌های هستند شرکت‌های مشترک هستند. استخراج معدن یک بخش مهم اقتصادی تاجیکستان است، ولی به نظر مقامات رشد این بخش به سرمایه‌گذاری خارجی مشکل است. بعضی از اقتصاددان‌هایی که رادیوی آزادی با آنها هم صحبت شد از آن نگرانند که دوشنبه در این ساحه نیز بیشتر پایبند یک یا دو کشور مانده است. اشاره آنها به حضور گسترده شرکت‌های چینی در بخش استخراج ثروت‌های طبیعی تاجیکستان است. در حال حاضر کلانترین کان‌های استخراج معدن در کشور از جمله کان‌های طلا و نقره در اختیار شرکت‌های چین است.
раис ҷумҳури тоҷикистон рӯзи 7 июл дар ноҳияи айнии вилояти суғд корхонаи металлургии сурмаро ба истифода дод, ки марбут ба ширкати Талко Голд аст. ҳарчанд мақомот ошкоро намегӯянд, бахше аз самияҳои ширкати Талко Голд аз соҳибкорони чинист ва дар рӯзи 7 июл дар канори раис ҷумҳури тоҷикистон баъзе аз мутахассисони чинӣ ҳам дида шуданд. дар саридораи геологияи тоҷикистон аз гуфтани саҳми ширкатҳои хориҷӣ дар истихроҷи маъдан худдорӣ намуданд. ҳоло ба мавзӯи дигар бармегардем. наздикони Сайдумар Ҳусайнӣ, муовини зиндонии раиси ҳизбӣ дар Тоҷикистон Мамнӯи Наҳзати Исломӣ аз идомаи фишор ба ӯ ва вазъи нохуби саломатиаш дар маҳбас шикоят доранд. ҳусайнӣ 65 сола аст ва бо айбномаҳои ба гуфтаи наздикону ҷонибдоронаш беасос ба ҳабси умрбод маҳкум шудааст. муҳаммад Иқбол Ҳусайнӣ, писари Сайдумар Ҳусайнӣ, рӯзи 9 июл ба Радиои Озодӣ гуфт пас аз ҷарроҳии сутунмуҳрат дарди пойҳои падараш дубора хуруҷ карданд ва фишори хун низ ӯро ҳамвора азият медиҳад. ба қавли ӯ шароити зиндон ва нороҳатиҳои давомдор вазъияти Сайдумар Ҳусайниро бадтар кардааст. масъулони раёсати зиндонҳои вазорати адлия ба зангҳои хабарнигори Радиои Озодӣ посух надоданд. онҳо дар гузашта ҳар гуна фишор ба намояндагони зиндонии мухолифонро напазируфта буданд. Абдусаттор Бобоев, раиси кумитаи шаҳрвандии наҷоти гаравгонон, шиканҷаи Ҳаид ва Ҳусайниро маҳкум кард. набояд ки инҳо вақте ки ҳукми абад мегирад як зиндонӣ барои аз ин дигар ҷазои сангин нест. чаро ки бояд бо инҳо фишор биёранд? чаро онҳо фикр накунанд ки инҳо инсон ҳастанд мисли инҳо ва онҳо ҳеҷ шомили онҳо ҳеҷ вақт ҳеҷ гуноҳе накарданд. танҳо гуноҳи онҳо он фаъолиятҳои сиёсии онҳо буд. инҳо ҳама медонанд, ҳатто худи ҳамон кормандони зиндон ва мақомотҳои боло то дигар роҳбарони ҳукумат медонанд ки ҷурми инҳо фақат фаъолиятҳои сиёсии инҳо буд. Сайдумар Ҳусайнӣ, ки аз соли 2010 то 2015 вакили парлумони Тоҷикистон буд, моҳи сентябри 2015 ва дар пайи як ошӯби ба гуфтаи мақомот нофарҷом дар Душанбе дастгир шуд. дертар ӯро ба ҳабси абад маҳкум карданд. Маҳмадалӣ Ҳаид низ бо айни иттиҳом ҳукми абад гирифт. созмонҳои байналмилалӣ ин ҳукмро сиёсӣ ва беасос дониста буданд. сипос ки барномаро тамошо кардед. агар хоҳед ки аз хабарҳои рӯз бехабар намонед, сомонаи озодӣ.орг ва саҳифаҳои Радиои Озодӣ дар тиктоку Телеграм, Фейсбук, Инстаграм ва Ютубу Иксро пайгирӣ кунед. то барномаҳои дигар, худо нигаҳдор.